جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. به نام خداوندی لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام و درودی به پایان بر شما هموطنان و شنوندگان رادیو مهر. رخشانه اکبر با برنامه کاشانه مهر در خدمت شما همدیاران عزیز هستم. صدابردار و تدوینگر علیشیر همتزاده و تهیه کننده جاوید حسینی. برایتان روزی سرشار از شادی و موفقیت را آرزو دارم. همان گونه که شما نیز می‌دانید، هیچ چیز در عالم بیهوده خلق نشده است و خداوند رحمان هر چیزی را با هدف و با حکمت به وجود آورده است و برای آنها نقشه‌هایی را تعریف نموده است که اگر هر یک از آنها از مدار تعریف شده خدا خارج شود، جهان و عالم هستی به هم می‌ریزد. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره تفاوت‌های نقش زن و مرد در خانواده و جامعه صحبت کنیم. یکی از مشکلات امروز در روابط زنان و مردان نداشتن تصویر روشن از تفاوت بین زن و مرد و همزیستی مسالمت آمیز با این تفاوت هاست. برای موفق شدن در رابطه زن شوهری همیشه باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که ما با هم تفاوت داریم و متفاوت بودن نه تنها مانع نیست بلکه سبب حیات و زندگی است. با درک تفاوت‌هایمان و احترام گذاشتن به آنها می توانیم میان خود پول بزنیم که وحدت و یک پارچگی ما را سبب شود. در قرن 20 و در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز علوم، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن و مشخص شده است. الکسیس کارل، طبیب مشهور فرانسوی، میگوید اختلاف زن و مرد تنها به شکل ظاهری آنها نیست بلکه عمیق‌تر است، به طوری که یکایک حجیره‌های بدن به ویژه حجیره‌های سیستم عصبی زن و مرد نشانه جنسی بر روی خود دارد. طبیعت شناسان نیز بر این باورند که هر حجیره بدنی زن با هر حجیره بدنی مرد تفاوت دارد. اما این تفاوت‌ها به هیچ وجه به این که مرد یا زن جنسی برتر است
دیگری جنسی پایین‌تر و پستر و ناقص‌تر مربوط نیست. همان گونه که قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات آیت 13 می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریده ایم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است. در حقیقت جنسیت از دیدگاه قرآن هیچ نوع برتری ندارد و فقط برای شناخت است. چیزی که در آیت مهم و ضروری به شما رفته است تقوا و پارسایی زنان و مردان است، نه جنسیت. از این رو خداوند در سوره مبارکه نحل آیت 97 می‌فرماید: هر کس از مرد یا زن کاری شایسته‌ای کند و مؤمن باشد، قطعاً او را به زندگی پاکیزه حیات بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد. تفاوت‌هایی که بین زن و مرد دیده می‌شود در واقع باعث می‌شود که آن دو در زندگی مکمل یکدیگر باشند و بدون این تفاوت‌ها پیوند خانوادگی به وجود نمی آید. خداوند در قرآن کریم می فرماید: همسران شما لباس شما هستند و شما لباس آنها. قانون خلقت این تفاوت‌ها را به این منظور ایجاد کرده است که به دست خود حقوق و وظایف خانوادگی را میان زن و مرد تقسیم کند و آن دو را زینت بخش یکدیگر قرار دهد. طبعاً این تفاوت‌های بیولوژی میان انسان‌ها باعث می شود حالات و استعدادهای آنان هم تجزیه و تفکیک شود. عملکردهای فردی و اجتماعی آنان را نیز از مساوات به عدالت تبدیل می کند و مرد بر اساس توان و طاقت خویش عهده‌دار اعمال سخت و سنگین جامعه می شود، چنانکه زن نیز به فراخور حال خود و ظرافت طبع و استعداد خویش اموری که به طبع و نهاد وی سازگار است عهده‌دار می شود. به همین جهت در روایات جهاد مردان بذل مال و جان در راه خدا و جهاد زنان شوهرداری نیکو و صبر در سختی های زندگی است. یکی از تفاوت‌های بیولوژی زن و مرد این است که زن به گونه‌ای آفریده شده که توانایی باروری را داراست. از آنجایی که این دوران نیازمند به مراقبت‌ها و ایثار زیاد دارد، خداوند روح و روان زن را به گونه‌ای قرار داده است که با عشق، ایثار و صبر و تحمل زیاد در انتظار فرزند خود است. البته که فرزند هنگامی که به دنیا می آید مانند یک گل است که نیاز به توجه و محبت دارد تا رشد کند. اگر چنین چیزی نباشد او پژمرده و نابود می شود. از این رو خداوند زن را مظهر آرامش و عشق و عاطفه قرار داده است تا از این طریق شمع خانه و نسل انسان را حفظ نماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز
از قلب زن بیرون نمی رود. این سخن در واقع بیان کننده آن روحی لطیف زن است که خداوند به او ارزانی نموده است، زیرا که او با این عواطف و مهر و محبت که در وجودش هست قرار است کانون خانواده خود را گرم نگه دارد. از طرفی هم زن در این دوران نیاز به توجه و حمایت دارد که از لحاظ اقتصادی حمایت شود. اینجا نیز خداوند مرد را به گونه‌ای آفریده و به او استعدادهایی داده است که بتواند از همسر و فرزندان خود حمایت کند و برای آنها مسکن و خوراک فراهم کند که اصطلاحاً به آن نفقه گویند. البته زن نیز مانند مرد می تواند در اجتماع حضور یابد و هیچ منافات با شرع مقدس و احکام آن ندارد و اینکه خداوند در قرآن تعبیری الرجال قوامون علی النساء مطرح کرده است، هیچگاه در پی بیان برتری جنس بر جنس دیگران منظور نکرده، بلکه آنچه از آن آیت فهمیده می شود این است که مرد رئیس خانواده محسوب می شود و وظیفه مدیریتی می یابد. این سرپرستی دلیل بر ناتوانی زن نیست، چرا که اولاً این مدیریت به منزله یک همکاری در محیط محبتگونه و عاطفی شکل می گیرد و دوماً علت این مدیریت مربوط به خصلت‌های زن و مرد است. مسئولیت و وظایف با توانایی‌ها و استعدادهای فردی متناسب هستند. یعنی به هر انسان به میزان استعدادش تکلیف داده می شود، همان گونه که قرآن کریم می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها. خداوند کسی را مکلف نمی کند مگر به میزان توانایی‌های که به او داده است. تالکوت پارسونز، جامعه شناس آمریکایی، اعتقاد دارد که زنان بنابر نقش بیولوژیشان در تولید مثل برای پرورش کودکان شایسته ترند، حالانکه آناتومی مردان آنان را برای ایفای نقش‌های ابزاری که مستلزم تأمین نیازهای اقتصادی و پیوند به جهان خارج است کاملا شایسته می‌سازد. و به عبارت دیگر پارسونز معتقد است زنان نقش عاطفی در خانواده‌ها ایفا می‌کنند، مطیع، شاد و با محبت و احساساتی هستند، در حالی که مردان به لحاظ اخلاقی و رفتاری رهبر و رهگشا، خلاق و با ابتکارند. نانسی لی دموس در کتاب خود تحت عنوان دروغ‌های که زنان باور می‌کنند و حقایقی که آنها را آزاد می‌سازد می‌نویسد رضایت و سعادت واقعی وقتی حاصل می‌شود که هدف از خلقت خود را کشف کنیم و آن را با آغوش باز بپذیریم. خداوند زن را به گونه‌ای خلق کرده است که یاوری همسرش باشد و بتواند موجب بقای نسل گردد. همان طوری که بیان شد در دین وظیفه اصلی زن در خانه و خانواده تعریف می شود. البته این به آن معنا نیست که هر گونه کار خارج از چارچوب خانه برای یک زن و مادر اشتباه است، بلکه به این معناست که وظیفه بیرون از خانه زنان نباید تأثیرات آنها را در کانون خانواده تضعیف سازد. مسئولیت اصلی و اولیه زنان حفظ بنیاد خانواده است. جالب است بدانید که کسانی که از مسیر صحیح خارج شدند امروزه چی میگویند؟ جسیکا اندرسون، دکتر زنان در آمریکا و نویسنده کتاب افتخار مادر بودن، چنین نظر دارد: فرهنگ مصرفی غرب اصل را
بر اشتغال زن در بیرون از خانه گذاشته است و این باعث فشار روزافزون روحی و روانی بر زنان و مادران جوامع غربی شده است. لذا در دهه‌های اخیر شاهد بازگشت داوطلبانه زنان شاغل به عرصه خانواده و احیای وظایف مادرانه بوده‌ایم. پارسونز، جامعه شناس آمریکایی، نیز بر این باور است که تقسیم کار در حوزه خانواده می باید شکل طبیعی خود را حفظ کند و چنانچه خدشه‌ای به آن وارد شود موجودیت خانواده به خطر می افتد و این نهاد بنیادین جامعه جاذبه خود را از دست می دهد. به طور خلاصه می توان گفت راز تفاوت‌ها، تشکیل نظام خانوادگی و حفظ پیوندهای اجتماعی از طریق احساس نیاز دو جنس به یکدیگر است. با جمله زیبای مولانا که فرمود هر کسی را بهر کار ساختند، میل آن را در دلش انداختند، برنامه امروز را به پایان میبریم. سربلند و خانه آباد باشید. همدیاران گرامی، تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org